جانم. من عکس ویلاتون رو تو اینترنت دیدم، اومدم ویلا اجاره کنم. چند نفری؟ خودم هم یه نفرم. یه نفری؟ یعنی خانوم باهات نیست؟ نه خودم. مواد مشروب یا هیچی نداری تو چی؟ نه هیچی ندارم. هیچی نداری اومدی میخوای بگی چیکار کنی ویلا پس؟ خب بخوابم. ولی یه نفر اومده ویلا میخواد بگی هیچی هم نداره میگه. فقط شب خواستی سر صدا اینا بکنی 11 12 شب بعد نمیاد صدا نمیخوام بخوابم. همین الان میخوام بخوابم. تو خودمون چیزی نمیخوام، میخوام بخوابم. ماشینت هم بزن پشت. ماشین ندارم، با اتوبوس اومدم. هیچی نداره. از کجا اومدی شما؟ بسم این مشتاق فس بریم در هیچ اشغالی هم نمیخواد بکنی، این شر میشه آقا. برو عزیزم برو میخوام بخوابم. داداش من برو، اینجا هیچ کی بهت ویلا نمیده، تو هیچ اشغالی نمیخوای برو ترمینال بگی بخواد صبح برگرد. اینجا آدما نمیشه تماس کرد. برو عزیزم برگرد. برو قابل اعتماد نیست آقا. برو برو ترمینال بخواب صبح برگرد. برو. در شهری که همه مردمانش میلنگند به یک نفر که راست برود میخندند.